چه حسیه که من نگاه ببره خوشگل‌تر میشم؟ چی؟ میگم چه حس عجیبی چی نمیشته؟ میگم چه حس عجیبی که من نگاه ببره خوشگل‌تر میشم. آها خیلی تو زشت‌تر. خیلی عجیبه. شاید چون غیر واقعی عجیبه. می‌دونی؟ باید یه کانسپتی داشته باشه. خیلی بی‌محتوا شده. نه خب باید یه کاری بکنیم مثلا. خب این محتوا حالیه دیگه. مثلا شاید یکی دلش بخواد بابام صبحونه بخواد. خیلی میخوام تو رو خدا. برو بالا ببین شاید لیوانم دارم. قدیم بریم. بعد این لقمه آخه این ویدیو چی؟ اینجا میمونه بره کی برست پنیره بردار. این بهتر این بک‌گراندشه. به من خریدی؟ نه به چی خندیدی؟ اگه میخندی یعنی که من حق رو گفتم. نه به ویدیو خریدم. خنده داره ویدیو؟ نه با مزه است یعنی. بابا من آب میخوام ولی آب پشت اینه. خیلی برم نگهی به آب بخورم. پشت میرم چی؟ پشت میرم. خب آب زودتر بذار سر جاش دیگه. حالا 2 دقیقه گوشی رو نگه داشتی. نیست این بلاگ اینجا هست و مید بر متوجه میشن برای که ما اینجا رو گند خیلی من برم چای نمی‌رم نگاه میخواد. کنم. باید چتری بزنم نگاه کن. آره با مزه میشه. برو بزن. من همیشه بهت گفتم این کارو. چی بذاری منم بگیرم؟ من آمادهشیم دعوامون بشه. شاید اگه دعوا کنیم بیشتر نگاه کنم. مردم دعوا دوست دارن. چای میخوام. اینجا پنیره. بده خودم برد چی دروغ میگی؟ نازی چای گرم. خب این یعنی اینتروی خوبی بود. به فکر بقیه‌اش باش. نازی چنگم انداخت. بعد نمی‌تونم. البته ما هم طرفدار خودمون رو داریم ها. دانشگاهی راه میرفتیم. بعد
مثلا برش کمیتهی شد بابا خیالت تو راحت ویدیو تو حتما میذارم مسگه اینو میذارم اینترو اونم بذارم نه خیر نمیذاره با برش باشه بذار دیگه تو که هر دقیقه بازی از من گذاشتی اونم بذار ذات تو یه حفظت پنهان کنی نشد چه ناز نمیشی بیا بگیر دیگه بخوام پاک بخوام هست استاپ کنم نمیتونم یه دستی هم قطع کنم هم دستم بذار من بگم. باید میدستم بابا اصلا ویدیو رو قطع کنم از دست من عکس میگیری بایسته عکس بگیرم میگیره اصلا آره حافظه رو پر نکن درست برو جلوس